اصلا برام مهم نیست چقدر تو رو از خودش دور کرده یا بلاکی، یا چقدر گند زده به هیکلت. این طلسمی که یادت میدم کاری میکنه که طرف به غلط کردن بیفته و بیاد بیخ ریش خودت. فقط یه چیزی، اگه جنبه نداری و از سایه خودت میترسی، همین الان ویدیو رو ببند. چون وقتی این انرژی بیدار شه، حتی اگه طرف مرده باشم بلند میشه میاد دم در خونت. پس اگه وجودشو نداری، بای بای. اگه تو هم دلتنگ کسی شدی که رفته، این ویدیو رو تا آخر ببین. چون قرار آخر ویدیو بهت یاد بدم چطور طلسم که اگه عشقت بلاکت کرده جا برعکس شه و اون برات گریه کنه، تمنا کنه. من قول بهت میدم این اتفاق میفته، ولی شرط داره. شرطش اینه تا آخر تمام نکاتی که میگم رو انجام بدی و ویدیو رو تا آخر ببینی. چون اگه نصفه انجام بدی گیر میزنی به همه چی، حتی حال خودت بدتر میشه. توضیح اضافه نمیدم. بریم سراغ این طلسم قوی. اول از همه پالس فرستادن به صورت شخص ضعیف رو متوقف کن. وقتی مثل ضعیف برخورد کنی، خب معلومه فرکانست رو آدم ضعیفه و خب هیچ وقت کائنات قرار نیست شخصی رو مطیع شخص ضعیف کنه. میدونم با خودت میگی چطور یه شبه پالس دادن رو متوقف کنم. میدونم یه شبه نمیشه، اما نگران نباش. از قدم‌های کوچیک شروع کن. وقتی ولت کرد میدونم چه حسی داشتی، انگار دنیا تموم شده. توقعی نیست یه شبه بی‌حسی. همین الان قول بده به خودت که دیگه پروفایلش رو چک نکنی. آره، از پروفایل چک نکردن شروع کن. اگه بلاکت کرده، هی چک نکن شاید از بلاکی درت آورده یا نه. درجا تمومش کن. عکسشو نگاه نکن. هر چیزی که تو رو یادش میندازه متوقف کن. اگه یه آهنگی تو رو یاد اون شخص میندازه، فعلا گوش نده. این رفتار و رفتاری مثل این چند مورد بوی انتظار میده. تا زمانی که انتظار داری هیچ اتفاقی نمیافته. معجزه از خودت رخ میده. این کار اولین قدم دیدن معجزه است. شاید فکر میکنی دارم چرت و پرت میگم. میتونی تا چند روز فقط همین کارو کنی. احتمال داره ورق برگرده، ولی مطمئن باش قطعی ترین اتفاقی که قول میدم میفته آرامش خودته. چرا؟ چون خودت با دسته خودت داری خودت رو نابود میکنی. چون یه چرخه مزخرف شروع کردی. چشم انتظاری خبری نیست، حالت بدتر میشه، پیگیریت بیشتر میشه و همین چرخه ادامه پیدا میکنه. چرخه رو بشکن. الان دو راه داری. یا مثل آدمای ضعیف ویدیو رو ببندی و فوش بده و برو تو باطلاقی که گیر کردی بمون و بذار این سرطان تکثیر پیدا کنه و بزنه نابودت کنه. یا برعکس، آدمای ضعیف تا آخر بمون و از الان قول بده به خودت که دیگه چکش نمی‌کنی. میدونم سخته. یه کرمی تو مغزت همش میگه برو پروفایلاشو ببین یا بازدیدشو ببین. نه، به اون کرم لعنتی گوش نکن. میخواد آسیب تو بیشتر کنه. ولی یادت باشه، تو نه بلاک کن نه کار دیگه. حتی بگیر تاریخچه پیاما و پیویش رو یه طرف پاک کن تا چشمت نیفته. چون مغزت گولت میزنه میگه نگاه کن روزای خوبی بوده و خب مرور خاطرات میکنه. خب تا اینجا موندی، یعنی نشون میده بوی تغییرات میاد و مشخصی مثل بقیه ضعیف و به درد نخور نیستی. حالا کم کم بریم سراغ علوم غریبه کیهانی. یه قانونی هست به نام خلأ. خلأ تو مثل مکنده اولین و اصلی ترین روش برای کشوندن سمت خودته. تو فیزیک هم همینطور. وقتی یه شیشه رو خلأ ایجاد میکنی داخلش، ناخواسته همه چیزو درون خودش میکشه و به اصطلاح جذب میکنه. تا هم با روشی که اول ویدیو گفتم با این رفتارت خلأ ایجاد میکنی. جوری به مغزت فشار بیار انگار اون طرف مقابلت وجود خارجی نداشته. فقط این وسط یه نکته بگم. میدونم میگی اینا طلسم نیست که. بله، اون اصل کاری رو گذاشتم آخر برای مخاطبای قوی، نه آدمای ضعیف. این مراحل رو پیش ببر تا اولین قدم‌ها رو برداشته باشی. خب میگفتم وقتی چک کردن، مرور خاطرات و انتظار برای پیام یا حتی استوری غمگین یا تماس گرفتن با خط ناشناس رو تمومش کنی، به مرور وارد خلأ میشی و وقتی وارد خلأ بشی مثل آهنربا میشی. واقعا میدونم عجیب الان با خودت میگی مگه میشه اون که بلاکم کرده چطور ممکنه به دست و پام بیفته؟ باید بهت بگم با کمک گرفتن و توکل کردن به خدا هیچ نیروی قوی تر از خدا وجود نداره. وقتی از خدا کمک بخوای و در عین حال رفتارایی نشون بدی که به خدا توکل داری، باور کن برات جوری روزگارو میچینه که فراتر از تصوراتته. آخرم ذکری رو به توی که تا آخر موندی یاد میدم که مثل انفجار قدرت بگیری و بی نیاز از اکست چی. توکلت وقتی ضعیف باشه فکر میکنی خدا نمیتونه، ولی یادت نره خدا خالق و صاحب کل کیهانه. همه چیز زیر نظر خودشه، همه چیز به امر خودشه. از خدا عشق واقعی بخواه توکل کن. دو حالت داره. ممکنه عشق اصلی همون اکست باشه، فقط یه دوره نیاز دور شید از هم تا جفتتون تربیت شید. یا خدا خیلی دوستت داشته و اون شخص رو ازت گرفت تا پختت کنه و یکی بهترش رو بهت بده. وایسا.
شاید بگی بهتر از اون نیست. بله، حست با اون شخص گره خورده، ولی یادت نره همین احساساتت هم خدا بهت داده و خدا بهتر از خودت احساساتت رو میشناسه. توکل کن بهش. قول میدم اگه به خدا توکل کنی یه جایی که سر رو بی‌حسی خود اکست برمیگرده، ولی تو بی‌حسی و به حال الانت میخندی، میگی چقدر احمق بودم برای اون گریه میکردم. خب ذکر برای فراموش کردن و بی‌نیازی رو بهت میگم تا تو هم معجزه رو توی زندگیت ببینی. قبلش یادت نره کانال رو سابسکرایب کنی. این ذکر چیزی نیست جز حسبی الله. معنی این کلمه فقط یه چیزه، فقط خدا کافی است. وقتی این ذکر به ظاهر کوتاه رو درک کنی و هر بار ذکرش رو بگی، انگار مثل خونه تکونی تمام دلبستگی و حال بدت میرزه، جوری که به این ذکر معتاد میشی و به مرور میفهمی واقعا فقط خدا برات کافی بوده.